سلام، پنځمې جلسې ته ښه راغلاست. ستړي مه شئ، ورځ مو په خیر. راځو پنځمې جلسې ته. تېر ځل مو تېرې جلسه کې مو وویل نوم د حالت له مخې په څو ډوله دی؟ دوه، یو لفظي او بل معنوي. یو مو کلمې وکتلې، بل مو په معنا کې کتل. معنوي چې و هغه 5 ډوله و، لفظي 4 ډوله دي. نوم د مفهوم له مخې، نوم د جوړښت ساختار له مخې، نوم د جنس له مخې، نوم د عادت له مخې. اسم از لحاظ مفهوم و 6 نوع است: خاص، عام، جنس، ډله‌ایز، معنا، ذات. ببین خاص اسم کدام اسم است که یک چیز خاص معرفی میکنه، منطقه خاص معرفی میکنه. یک اسم یک چیز خاص معرفی میکنه. خاص چی است؟ ما در زندگی عادی میگم این خاص است. خاص به این معنی که جوره نداشته باشه، جمع نداشته باشه. هر آن اسم، این رقم میگم، هر آن اسم که یک چیز خاص معرفی کنه و جمع نداشته باشد، جمع نداشته باشد، او را خاص اسم میگم. در کانکور اسم ها میته اسم خاص را نشانی کنید، آن اسم را نشانی میکنید که او جمع نمیشود، جمع نمیشود. مثلا من میگم کابل، کابل. ببین افغانستان، افغانستان. ببین آیا کابل را کابل نگفته میتونیم؟ جمع نمیشه. آیا افغانستان هر جغرافیای جهان را افغانستان گفته میتونیم؟ نه خیر. پس یک جغرافیای خاص است، یک منطقه خاص است، یک اسم خاص است، جمع ندارد. این را اسم خاص میگم. عام میگم، در زندگی عادی میگم این عام است، در بازار پیدا میشه، هر جا پیدا میشه، جمع هم داره. مثل قلم، هر قلم را من قلم میگم، جمع قلمونه. مثل کتاب، هر کتاب را من کتاب میگم، جمع کتابونه. کتابچه، میز، څوکۍ، این می نام های هستند. یا امثال هم که جمع دارن، جمع می شود. پس ایره عام گفتم. جنس اسم، آن اسم را میگم که به هم جنس خود کم باشه یا زیاد یکسان دلالت کنه. هر اسم که به هم جنس خود کم و زیاد یکسان دلالت کرد او را جنس اسم میگم. چی معنی هم جنس خود؟ هیچ جمع ندارن. ای هم ببین من میگم اوړه، ارد. آیا اوړه جمع داره؟ غوړي، روغن، این تیل، بوره، اوبه، او یا کچالو. این کچالو آیا این جمع میشه؟ نه خیر. یک دانه کچالو باشه کچالو میگم، زیاد باشم کچالو میگم. یک دانه بوره باشم بوره میگم. اگر خروارو من باشم بوره میگم، کیلو باشم من بوره میگم. یک قطره باشه آب میگم، زیاد باشم آب میگم. یک قطره باشم تیل میگم، اگر دریا باشم تیل میگم. پس این جمع نداره. هر اسم که به هم جنس خود کم و زیاد یکسان دلالت کنه او را جنس اسم میگم. کدام اسم؟ اسم جنس گفته میشود. دله‌ایز، دل جمع اسم هم گفته میشه. این را نوشته میکنم جمع. کدام اسم را میگم؟ ببین لفظا، من خود لفظی میخوانیم. این لفظی حالت است که لفظا در نوشتن ببین اسم مفرد باشه ولی در اصل زیاد باشه، در اصل زیاد باشه. چې په لیکلو کې مفرد وي زه وایم وګورئ ډله، ډله یا لښکر، لشکر، ډله، جمعیت میگم یا رمه میگم، رمه. این رمه. وقتی خب چرا ډله‌ایز میگم؟ جمع لښکر، لښکرونه میگم د پښتو، لښکرونه، لښکرونه. رمه، رمه میگم، رمه جمع. پس این جمع خویی شد، جمع خویی شد ولی ایش مفرد است. ډله‌ایز به این خاطر میگم این در نوشتن مفرد، اما یک نفر را من لشکر گفته نمیتونم، یک گوسفند را من رمه گفته نمیتونیم. در اصل زیاد است، زیاد گوسفند ها رمه میگم. اگر چند رمه یک جاش رمی میگم، رمی. ولی ای که من لفظا مطالعه میکنم پس این اسم که است این لفظا مفرد در اصل جمع. لفظا لخکر، رمه، طوله، گند، کندک، جمعیت، اینا کلش که هستن این نامهای ډله‌ایز است. معنای اسم کدام اسم است؟
و ذات اسم کدام اسم است. مانا هر آن اسم که وجودی مادی نداشته باشه، وجودی مادی نداشته باشه. من میگم عقل، علم، ادب، نزاکت، مرگ، ژوند،